اگه دوست داری این پاپوشای خوشگل و با استفاده از یه دونه بشقاب بدوزشون تا پایان آموزش با من همراه باش. بریم اول الگوشو بکشیم. کاغذتو دولا تا کن. به اندازه 24 سانت علامت بزن. از دولای بستم 9 سانت علامت بزن، مستطیلتو ببند. حالا با استفاده از بشقاب مثل کاری که من انجام میدم شما هم انجام بده. هلال بالا و پایین رو بکش. حالا بچینش. الگوی روی کارت آماده شد. بریم که الگوی کف پا رو بکشیم. دوباره کاغذ الگوتو تا بزن. از بالا 24 سانت بیا پایین، 6 سانت برو جلو، یک کادر مستطیلی بکش. طول مستطیلت رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کن، مثل کاری که من انجام دادم. حالا از قسمت گوشه کار از این بالا 3 سانتی متر یه نیم ساز بزن بیا داخل. از 1/3 پایینی 1 سانت بیا سمت داخل علامت بزن. این خط هم نصفش کن. حالا بالای کادر رو با استفاده از بشقاب هلالش رو بکش و بعد بقیه خط رو یا با دستت یا با خط کش این قسمت رو رسم کن. این هم میشه الگوی کف پا. بریم که بندازیم روی پارچه. پارچت رو دولا تا بزن. حتما پارچت باید کیستانی داشته باشه. الگوی روی پا رو بذار. 4 تا دونه ازش برش بزن. برای کف پا پارچت رو دولا تا کن. الگوتو قرار بده. 2 تا دونه ازش برش بزن. حالا بریم بدوزیمش. 2 تا تیکه روی رو بذار روی همدیگه. از بالا 10 سانت بیا پایین علامت بزن. این 10 سانت رو بدوز. این هلالم بدوز. وقتی دوختیش قسمت روی پاپوشمون به این صورت آماده میشه. موقعی که میخوای به قسمت کف پا وصلش بکنی از قسمت پشت روبروی همدیگه بذار به این صورت با سنجاق فیکسش کن. از قسمت جلوی کارم روبروی همدیگه بذار با سنجاق فیکسش کن. حالا دور تا دورش رو بدوز ببر سردوز کن. به همین راحتی دوختیمش. حالا برای قسمت روی کار میتونی با استفاده از گل، نگین یا توپک تزیینش بکنی. اون دیگه سلیقه خودته. به همین راحتی بچه‌ها میتونن از تیکه پارچه‌هاتون پاپوش آماده بکنین. اینم پایان کار. مرسی که تا پایان آموزش با من همراه بودی.